مشهور است دیگه، همتون خب بلد شدین دیگه درباره این شرکت. بیایم شرکت بعدی که سیستم عامل در جهان که عرضه میکند و در موبایل و کامپیوتر که عرضه میکند، شرکت کدامه؟ اپل. برادر، شرکت اپل سیستم عامل که ایجاد میکند در کامپیوتر، در موبایل، سرور، در همه ایام داره. در تابلت داره، آیپد، آیفون. آیفون از کدام کمپانی؟ خود سیستم عاملش هم از خودش است. این یک عادت داره شرکت، کامپیوتر هم از خودش، سیستم عامل هم از خودش. مایکروسافت همیشه وقت دیدی با نام مایکروسافت کامپیوتر در دنیا باشه؟ نه. موبایلش دیدی؟ نه. داخل بودگی سیستم اصل کامپیوتر از تو دل است. ویندوز از مایکروسافت است. اینطور نیست؟ از تو اچ پی است. سیستم عامل از مایکروسافت است. از اچ پی خود نیست. مگر اپل شرکتش کامپیوتر هم از خودش، سیستم عامل هم از خودش است. تا قوی سیستم در جهان. قیمت نیست سیستم ازیره. یک کامپیوتر حداقل عادیش بگیری 1 لک روپیه است. یک موبایلش بگیری 50000 60000 کم نه، 1 لک کم نه. این سیستم از خودش حساب میشه. مگر سیستم عامل نامش به نام چی میگن؟ سیستم عاملی که در کامپیوتر موبایل است مک. مگم توش منامتا او اس اپراتینگ سیستم. این نام ازیرا مشهور به نام مک او اس میگن. مگم توش اپراتینگ سیستم. یاد گرفتین؟ باز یک سکو نامای عجیب و غریب داره در سر سیستم عاملای ازی. مگر عجیب و غریب نام داره، یک کار دیگه من برایت بگم. سیستم عامل ازی اول چه نسخه که قبل از او که ایجاد شده بود تا در نبود. چی بود؟ مک او اس 1 2 3 4 5 تا 10. که رسید نام باز مک او اس چی ماندن؟ شما دیدید مک او اس اکس در یونانی چندم میگن؟ 10. همین 10 دیگه. بعد از اینکه x شد 10 شد، باز در چی کار کردن؟ باز 10.1 10.2 فعلا 10.13 14 13 14 راست میبخشید. ما 14 است به نظر ما آمده باشه. تو هنوز 13 استفاده میکردیم. شاید ما خود 13 استفاده میکنیم، شاید هم 14 میگم آمده. لیکن نامای از زیر میفهم چی نام داره دمینا. اگر اینترنت کاتگوری بره در ویکی‌پدیا هم نوشته بکن مک او اس اکس را از اکسی طرف شه. لیپرد، سونو لیپرد میگم پلنگه میگه، لاین شیر میگه، ماونتین لاین، تا آخری نامای دره را میمونه، گاه یک شیر میمونه، گاه یک گربه را نامش میمونه، گاه یک پرنده را نامش میمونه. نامای از این میخواست. سیستم منظور اینجاست که سیستم عامل چه اپل خودش به نام مردم مک او اس میشناسن، نه؟ مگن توش اپراتینگ سیستم مک میگه و یا مگن توش میگن سیستم ازیره او اس اپراتینگ سیستم. مگر از اکس داون ورژن شروع شده بود، باز اینا نام های خود داره. مگر فعلا شما براتون گفتم که من یقین دارم که 10.13 خود دارم من فعلا. مگر 14 هم شاید امروز آمده باشه 10.14 سیستم عامل ازی. لیکن ای برادر 10 بود 10.14 بود ایکس پی بود 7 بود مثل دو بالا بوری. لیکن طریقه استفاده یک شی داره کس اصولی یاد میگیره. همین ویندوز 10 11 یا 7 فقط چنج سیستم استایل طریقه کمی که مغلق چه شکل های دیده چه تغییر میده. وگرنه همون آفیسی که دوام کار میکردی همون برنامه فوتوشاپ که دیگه برنامه سورا نصب میکردی و هم نصب میشه. مطلب کسی در کدرشین سیستم عامل وظیفه چی است؟ تو داخل درایو رفته یک فایل بخوانان. مطلبش همین است دیگه. چی است وظیفه؟ مطلب تو پر یک فایل باز که یک برنامه رو تو کار کرده بتونی. اگر سیستم عامل در کامپیوتر موجود نباشه تو از کامپیوتر کار گرفته نمیتونی. این وظیفه سیستم عامل امین است. این مک دارد. باز اپل امی مک او اس خود دیدی نه ایکس امی دو ورژن ایجاد میکنه. مثلا امی وقت مک او اس 2.13 که آمده 10.13 سرور هم داره کلاینت هم داره. سرور هم داره چی هم داره؟ و هم یک نامه مثل مایکروسافت واری نامش تغییر نداده که ویندوز سرور ویندوز کلاینت مانده باشه. این هم یک همی است که سرور کلاینت هر دو آمدن میگیره. مگر در موبایل های خودم وجود دارد که نام موبایلش به نام چی است؟ آیفون. سکو این یک کار برات بگم. لپتاپ های ازی لپتاپ دو ورژن میه. مک بوک معنا میده لپتاپش باز مک بوک دو ورژن داره. مک بوک ایر مک بوک پرو. چند ورژن؟ دو سیستم در لپتاپ های خودش. این دیگه جای نصب نمیکنه دیگه. صرف در لپتاپ خودش از مک او اس اکسترا. نباشه خوب ویندوز است همیشه شما میبینید. این در لپتاپ خودش مک بوک پرو داره. مک یک کامپیوتر هم داره به نام آی مک. دسکتاپش. مک بوک لپتاپش است. آی مک دسکتاپش است. و موبایلش به نام آیفون. آیفون آی مک اینمی دیگه سیستم از دیگه کلا همین نام آی همین کلمه را گرفتم. باز در بخش آیفون ها او اس از او که سیستم عامل از
او را به نام iOS میگن. سیستم عامل از این به نام چی میگن؟ iOS. مطلبش خب میفهمی آیا؟ اما آیفون، آیپد، فکر کن آیفون، آیپد، آیپود، این سه ورژن که دارد از سیستم های ازی داخلش کدام میاد؟ iOS. همین آیفون اپراتینگ سیستم، آیپد اپراتینگ سیستم. آیپد خودی دیدین کلانترش چی میگن؟ آیپد میگن. از خود اپله. و شما خواهی بعضی نفر میگه ما یک آیپد گرفتیم، حالا رفتم میبینیم سامسونگ است. اون آیپد نمیگه، اون تاب میگه، تابلت است. که آیپد صرف از اپل میشه. نام تابلت اپل چه؟ از سامسونگ. تابلت سامسونگ تابلت چه؟ سامسونگ نوشته است. تابلت لنوو نوشته است. تابلت از خودشان. لیکن صرف آیپد شرکت از کدام کمپانی عزیز؟ خب باز میبینی که این دمی iOS که سیستم عامل از هم در آیفون میه، هم در آیفون میه، هم در چی میه؟ آیپد میه، هم در چی میه؟ آیپود، آیپد. صحیح شد؟ آیپد، آیپود، آیفون. چند تا بوده؟ سه ورژن شکل تابلت. آیپود ها شکل پلیر میگم ما، مثل MP3 رخ میبامه، مثل که نه تو فیلم ویدیو هم چیزها را ببینید کجا میبینن؟ در بخش آیپود است. آیپد از موبایل که کلانتر صرف دو زنگ خو نمیره، واتساپ و غیره کلا کار میته، گیم و غیره کار میکنه. آیفون خونه موبایل کوچک است دیگه، زنگ بزن زنگ بیا و این چیزها کار داره. خب باز کامپیوترهای از این گفتم آی مک است، مک بوک است، خلاص باز مک بوک ایر لپتاپ های کوچکش میگه، مک بوک پرو کلانترش. اجا ساعت او او را میگن چی؟ اپل واچ. چند از به نظر دارم اپل واچ ها؟ میفهمی؟ $20,000 است. یک ساعت است جان جگر، اینجا بسته میشه $20,000. باور میکنی؟ تو خانه بیخی دیگه دکتر هستی بچه. من نمیخرم امورد. واقعا این رفته این جستجو بکن. من اینترنت ندارم، نباشه برات همین سایت همین apple.com برو، اونجا در فروشگاه نقشه اپل واچ، آیفون، آیپد، کل نرخایش هم میبینی. نخریم یک دلت یک کدک تیر میشه سرش. برو مشکل است میشه